سلام و عرض ادب خدمت کاربران چنل توربو آموزش. امروز با آموزش نصب پنل MT وایرگارد در خدمت شما هست. خب برای شروع نیاز به یک سرور میکروتیک داریم که کانتینر بر روی اون نصب شده باشه. خب برای اینکه بریم پنل رو نصب کنیم، در ابتدا میریم داخل چنلشون، میریم قسمت پیام اولشون که ببینم. بعد در این قسمت یک آموزش نصب دارن، آموزش نصب پنل، که این لینک رو داخل مرورگرمون باز میکنه. در ابتدا بعد اینکه وبسایتشون باز شد، پایین ترش یه بخشی هست به اسم اینستالی. در این بخش برای اینیبل کردن کانتینر و کنفیگ کردن کانتینر شما همه این دستورات میتونید وارد کنید. حالا ما با هم مجددا وارد میکنیم. ما چون قبلا وارد کردیم احتمال داره به همون ارور بده، ولی چون میخوایم طبق روال ویدیو پیش بریم با هم دیگه مجددا وارد میکنیم. این دستور برای فعال کردن کانتینرمون هست که داخل میکروتیکه، که این دستور اون اولش باید بزنید و یک بار استاپ و استارت کنید سرورتون از داخل کنترل پنل سرورتون که اون هاستینگ ارائه دهنده بهتون میده. این دستور برای اینه که کانتینرمون رو کانفیگ کنیم. اینو کپی میکنیم، میریم داخل سرورمون، بخش نیو ترمینال، دستور رو پیست میکنیم و اینتر. در این بخش قسمت کانتینر کانفیگ میبینیم که بله انجام شده. مجددا میریم داخل وبسایتشون. این دستورهای شکن یا 433 رو برای ارور DNS هیچ چیز نیاز نیست. اگر دیدید نتونستید نصب کنید میتونید استفاده کنید، مشکلی نه. دستور بعدی هم میزنیم، برای این هم کانفیگ ریجستری کانتینر. بعد اینکه پیست کردیم اینتر، مجدد میگردیم داخل وبسایتشون و با این دستور سرتیفیکیت برای سرورمون تهیه میکنیم. خب دستور رو کپی کردیم و داخل سرور پیست میکنیم، صبر میکنیم که میبینیم پروسسش داشت. ببینیم چک کنیم بخش سیستم سرتیفیکیت. بله میبینیم که با موفقیت انجام شده. مجددا برمیگردیم داخل وبسایتشون و SSL مون رو فعال میکنیم. دستور رو کپی میکنیم، میریم داخل سرورمون، دستور رو پیست میکنیم و اینتر. میریم داخل بخش IP، بخش سرویسز، قسمت www-ssl رو، بخش سرتیفیکیتش رو میذاریم روی سرتیفیکیت که گرفتیم. اوکی میکنیم، مجددا برمیگردیم عقب داخل ترمینال. در اینجا نیازی نیست هیچ چیزی بزنید، مجددا باید برگردیم داخل وبسایتشون. میریم پایین تر برای نتورک رو تنظیم کنیم، دستور رو کپی میکنیم و بعد میریم داخل سرورمون، دستور رو پیست میکنیم. بعد اینکه پیست کردیم اینتر، مجددا برمیگردیم داخل وبسایتشون، میریم پایین تر، دستور بعدی رو کپی میکنیم، مجدد برمیگردیم داخل سرورمون، عذرخواهی میکنم، دستور رو پیست میکنیم و بعد اینتر. مجددا برمیگردیم داخل وبسایت، دستور بعدی. خب بعد اینکه نتورکمون رو کانفیگ کردیم میریم بخش فایروال، دستور رو مجددا کپی میکنیم و به ترتیب وارد سرورمون میکنیم. برای این دستور دوم که بخش فایروال است رو کپی میکنیم. برای دستور دوم بخش فایروال، دستور دوم کپی میکنیم، داخل یه نوتپد پیست میکنیم، برمیگردیم فقط سر خط، بخش
IP پابلیک سرورمون رو قرار میدیم. در بخش پابلیک پورت یک پورت پابلیک برای پنلمون انتخاب میکنیم که ما انتخاب میکنیم، حالا رندوم هرچی دوست دارید شما میتونید انتخاب کنید. ما میزنیم 8091. دستور رو کپی میکنیم، وارد سرورمون میشیم و دستور رو پیست میکنیم. مجدد برمیگردیم داخل وبسایت، میریم بخش کانتینر کانفیگوریشن. دستور اول کپی میکنیم، داخل نوتپد پیست میکنیم. مجددا میریم داخل سرورمون، بخش سیستم یوزر، یک عدد یوزر میسازیم. دسترسی رو میذاریم براش فول. پسوردم هر چیزی دوست دارید میتونید رندوم بذارید. برمیگردیم داخل نوتپد، IP پابلیکمون رو قرار میدیم. پسورد که برای یوزرمون انتخاب کردیم رو قرار میدیم و یوزری که انتخاب کردیم هم قرار. دستور رو کپی میکنیم و داخل سرورمون پیست میکنیم. مجددا برمیگردیم داخل وبسایتشون. برای دستور آخر کپی نمیکنیم چون ورژن جدیدی که گذاشتن برای ترافیکش دچار باگ هست و اینکه مورد استفاده فعلا نیست. حالا به زودی قراری آپدیت خیلی خفنی روی پنل انجام بدن که به زودی شاهد این ماجرا خواهیم بود. میریم دستورات رو به صورت دستی روی سرورمون انجام بدیم. میریم داخل سرورمون، ترمینال رو میبندیم، بخش کانتینر رو باز میکنیم، اد کانتینر رو میزنیم. مجدد برمیگردیم داخل وبسایتشون و هارد رو این اسمی قرار دادن خودشون قرار میدیم. مجدد برمیگردیم داخل وبسایت، این بخش هم کپی میکنیم و قرار میدیم. بخش DNS 4/8 قرار میدیم که DNS بیفته، لاگو فعال میکنیم. برای ریموت ایمیج میریم داخل چنلشون، آخرین صفحه یه خورده برمیگردیم بالاتر و نسخه های بالاتر رو نصب میکنیم که این نسخه به نظرم پایدارتر از همه باشه. مجددا میریم داخل سرور و بخش ریموت ایمیج پیست میکنیم و اپلای اوکی. مجددا این کانتینر صبر کنیم تا اکسترکت بشه. بعد اینکه اکسترکت انجام شد در این بخش استاپ مینویسیم. ما اینجا استارت نزد. در این بخش استارت میکنیم، میبینید به حالت رانینگ در اومد. IP مون رو کپی میکنیم، میریم داخل مرورگرمون، یه تب جدید باز میکنیم، IP مون پیست میکنیم و پورت 8091. ببینید پنل با موفقیت باز. در این قسمت IP به عذرخواهی میکنم یوزر و پسوردی که قرار داده بودیم رو میزنیم. در این بخش پسورد تیک لاگین رو میزنیم و ساین. با موفقیت پنل نصب شد. دوستان ببینید در این بخش طبق سوال هایی که از سازنده این پنل، توسعه دهنده این پنل کردیم، اگر این بخش رو بهتون نشون نده یعنی نتونسته به یوزرتون لاگین کنه، باید این بخش حتما نشون بده، وگرنه پنل دچار باگ هست. خب بریم پنل رو کانفیگ کنیم. میریم بخش پولز، اد نیو پولز رو میزنیم، یه اسم براش قرار میدیم و یک رنج رو کپی میکنیم، سابمیت. بله، برمیگردیم بخش سرور، اد نیو سرور، یه نیم انتخاب میکنیم، رنجی که قرار دادیم این رو تیکاشو ور میداریم، DNS هم که میذاریم 4/8 و 2/8 2/4 قرار. سابمیت رو میزنیم، ببینیم که موفقیت ایجاد شد. برای ساخت یوزر میریم بخش یوزر، اد نیو یوزر رو میزنیم، یک یوزر انتخاب میکنیم، پسورد رو انتخاب نمی کنیم، دست بهش نمیزنیم، اینترفیس دست بهش نمیزنیم و این تیکا رو ور نمیداریم. بخش اکسپایر تاریخش رو قرار میدیم،
بخش ترافیک رو 1 گیگ مثلا تنظیم میکنیم و یک بار رفرش میکنیم، یوزر رو دانلود میکنیم، میریم داخل برنامه وایرگارد ادتانل، بخش دانلودش کردیم، ادیت رو میزنیم، چک میکنیم، میبینیم بله همه چیز به خوبی و خوشی تنظیم شده. اکتیو رو بخوایم بزنیم، صبر میکنیم و میبینیم که با موفقیت متصل شد. مجدد قطع میکنیم، برمیگردیم داخل بخش ستینگ. هیچ چیز خاصی وجود نداره. اگر خواستید میتونید حالا DNS هاتون رو تغییر بدید، IP هاتون اینجا اضافه کنید و غیره. حالا بخش DNS اینجا میتونید یه نیم براش تنظیم کنید که انجام شد و هیچ فرقی نکرد. بخش مهم خدمتتون گفتم و این که ارزم به حضور شما که میریم یه بخش هستش به اسم لاگش. این لاگ ببینید لاگش نمیافت. میریم بخش داخل سرور، میریم بخش سیستم، این بخش باز میکنیم، چک میکنیم، میبینیم روی 5 دقیقه است. ببینید دوستان این دستور باید ایجاد شده باشه. داخل لاگ چک میکنیم، میبینیم که بعد دستور اجرا شد. مجدد برمیگردیم رفرش میکنیم، باید انداخته باشه که میبینید بله با موفقیت انداخت. حالا اگر دوست دارید لاگتون خیلی 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 دقیقه تر بیفته، میتونید مجدد برگردید داخل سرور و این 5 دقیقه رو بکنید 30 ثانیه یا 5 ثانیه. ببینید این با این کار فشار سنگینی به سرورتون میاد. ببینید من مثلا الان قرار میدم به 5 ثانیه که تایم ویدیومو خیلی نشه. داخل لاگ رو چک کنید، نگاه کنید هر 5 ثانیه باید اینو بگه که لاگ رو چک کنه و اینو اجرا کنه، این دستور رو، و لاگ رو اینجا بگید که یه فشار خیلی سنگینی به سرورتون میاد، به منابعتون. باید یک منابع خیلی قوی تری داشته باشه قاعدتا برای اینجوری موارد. خب ممنون که تا انتهای ویدیو با ما بودید. چنل تور باموزش حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه. برای نصب میکروتیک روی اوبنتو 20 میتونید از این ویدیومون استفاده کنید. ویدیومون رو بازدید میکنید و با موفقیت یک میکروتیک نصب میکنید و پنل رو اجرا میکنید. ممنون که تا اینجا بودید. چنلمون رو حتما سابسکرایب کنید، حتما داخل چنلشون برید و یک از این بخش میتونید دونیتتون رو انجام بدید و حمایت مالیتون رو انجام بدید که پیشنهاد میکنم حتما 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 انجام بدید که یک قدرتی بشه برای توسعه دهنده این پنل تا بتونه با بهترین کیفیت و متد روز پنل رو اجرا کنه براتون. ممنون که تا انتها